با سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز کانال خوشمزه. خدا رو شاکریم که یک روز دیگر خدمت شما عزیزان هستم با یک خوشمزه دیگر. امروز میخوام تهجین گوشت قورمه رو درست کنم که بسیار لذیذ هست. امیدوارم که درست کنید و لذتش رو چندین برابر کنید. برنج 2.5 لیوان که از قبل خیسش کردیم، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، گوشت 300 گرم و نمک به میزان لازم. پیاز 3 عدد کوچک نگینی خرد شده، گوجه 1 عدد متوسط که اونم به صورت نگینی خرد کردیم، فلفل سبز 1 عدد متوسط که اونم همونطور که میبینید نگینی خرد شده و آب لیمو 1 قاشق غذاخوری که اگه لیمو تازه هم داشته باشید میتونید استفاده کنید. کره 1 قاشق غذاخوری و روغن هم به میزان لازم. رب 1 قاشق غذاخوری، بادمجان جهت تعدیع که از قبل من سرخش کردم، آب جوش 3 لیوان و آب سرد 1 لیوان. خب ابتدا گوشتایی که من از قبل خرد کردم و داخل تابه میریزم. داخل تابه هم هیچ روغن نباید بریزیم در مرحله اول. گوشت رو ما رو حرارت زیاد تفت میدیم. همونطور که در تصویر داریم رنگش که عوض شد، من بوده 1 قاشق تا 2 قاشق شما میتونید روغن بهش اضافه کنید که اینم بستگی به نوع گوشتتون داره که اگه چربیش کم باشه. روغن رو اضافه میکنیم، مجددا ما اینو به هم میزنیم حدود 5 تا 10 دقیقه. تو این مرحله من بهش آب اضافه میکنم، حدود 1 لیوان آب بهش اضافه میکنیم برای اینکه این گوشت ما یکم حالت نیم پز بشه. تا زمانی که آبش کشیده بشه این گوشت روی گاز هستش. همینطور که میبینید آبش کشیده شد. تو این مرحله پیازی رو که خرد کردیم رو میریزیم داخلش و مجددا ما اینو هم میزنیم. حدود 2 دقیقه با پیاز ما اینو باید تفت بدیم با گوشت و من 1 قاشق دیگر روغن بهش اضافه میکنم. الان زردچوبه و فلفل رو با هم ترکیب میکنم، میریزم داخلش. خب الان توی این مرحله من گوجه رو بهش اضافه میکنم. حدود 2 دقیقه که با گوجه ما اینو باید تفت بدیم و بعد رب رو بهش اضافه میکنیم. رب رو خیلی زیاد نریزید، نمیخوام رنگش خیلی عوض بشه، فقط یه مقدار کم و رو طعم هم تاثیر داره وقتی رب رو میزنیم. چون این گوشت رو ما از قبل آماده کردیم حالت پخته داره، دیگه زیاد نیاز نیست ما اینو تفت بدیم و توی مرحله فلفل مجددا اضافه میکنیم بهش. میتونید فلفل و رنگی هم استفاده کنید، قرمز یا زرد، نارنجی و سبز رو میتونید ترکیبی هم استفاده کنید برای اینکه رنگش بهتر بشه.
نمک رو دیگه بهش اینجا اضافه میکنم، چون گوشت رو از قبل ما پختیم مشکلی نیست دیگه. الان نمک رو میزنیم و اینو دیگه ما باید رو حرارت خیلی کم بذاریم تا بریم مرحله بعدی کار. کره ریختم داخل تابه و برنجی که ما از قبل خیس کردیم و آبش رو کاملا گرفتیم. ببینید برنج حالت خشکه. میریزیم داخل اون کره‌ای که داغ کردیم و برنجمون رو تفت میدیم. حدود 2 تا 3 دقیقه ما این برنج رو حرارت با این کره تفتش میدیم. نمک رو هم اینجا بهش اضافه میکنیم. خب نکته مهم این آب هست. وقتی آب رو ما داریم اضافه میکنیم، آب به حدود 2.5 لیوان تا 3 لیوان بستگی به نوع برنجتون داره. من اینو بارها تکرار کردم چون هر برنجی میزان آبی که میخواد فرق داره. الان اینجا من حدود 2.5 لیوان آب اضافه کردم برای این نوع برنجم. اینو باید بمونه روی گاز تا کاملا آبش کشیده بشه، چون الان برنجمون نمیخوایم خیلی بپزه، یه حالت مغز پخت بشه کافی است. به همین دلیل آبش رو دقت کنید که اندازه بریزید. این آب برنج ما کاملا کشیده شده. ببینید تو این مرحله اینم از قورمه های ما. من دارم بهش آب لیمو اضافه میکنم، لیمو تازه است. شما میتونید آب لیموی دیگه هم دارید یا قاش آبش اضافه کنید. خب ته قابلمه من دارم بادم دونایی که حالت ورقه‌ای و نازک من از قبل سرخ کردم رو میچینم و بعد روش برنج میریزم. برنجی که درست کردیم به اون روشی که سرخ کردیم به اصطلاح. میتونید از ته دیگه بادمجون اگه سیب زمینی استفاده کنید یا نون یا حتی همون خود برنج باشه. تمام این مخلوطی که درست کردیم قورمه ها رو ما میریزیم روش. کاملا یه لایه تمام اون سطح قابلمه رو میگیره. و بعد دیگه اون برنجی که آماده کردیم رو کلا میریزیم روش. من یه مقدار زعفران دارم میریزم که اینم با سلیقه و به دلخواه هست. شما اگه دوست داشته باشید میتونید یه مقدار زعفران بریزید. و برای اینکه برنجمون حالت رنگی در بیاد من به این صورت میریزم و یه مقدار کمی هم میزنم. نمیخوام خیلی همه برنج زعفرانی بشه. و قابلمه رو روی گاز میذاریم، درش رو میذاریم که دم برنج که بالا بیاد ما زیرش رو کم میکنیم. حدود 30 تا 35 دقیقه برنجمون بمونه دیگه آماده است رو حرارت خیلی کم. همراهان عزیز خسته نباشید. اینم از تحچین گوشت قورمه ما. امیدوارم که درست کنید و لذتش رو چندین برابر کنید. و اگر این غذای لذیذ رو درست کردین تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید. اگر سوال دارین برای من کامنت بذارین، در خدمت شما عزیزان هستم. و دیگه اینکه این کانال خوشمزه، مختص به خوشمزه و به سلیقه خوشمزه است. خدا نگهدار تا خوشمزه دیگر.
است.